جو بایدن از آمادگی قصر سفید برای سفر به خاورمیانه به ویژه اسرائیل و عربستان سعودی خبر داد. من سر این مسئله کار میکنم که چگونه میتوانیم در کشورهای خاورمیانه صلح و ثبات را به دست آوریم. شاید من با اسرائیلی ها و بعضی کشورهای عربی ملاقات کنم. از جمله امیدوارم از عربستان سعودی دیدن نمایم، اما حالا برنامه دقیق ندارم. تحلیلگران میگویند 10 سالها باز تمام رهبران امریکا با عربستان سعودی سرشار از نفت رابطه نزدیک داشتند، ولی بایدن برای نقض حقوق انسان ولیعهد این کشور را آشکارا و بیرحمانه تنقید میکرد. به فکرم آدمان از آن در تعجبند که جو بایدن همچون نامزد ولیعهد عربستان سعودی محمد بن سلمان را برای دست داشتن در طرحریزی قتل جمال خاشقچی در ترکیه بیرحمانه تنقید میکرد. آن زمان بایدن میگفت که با عربستان سعودی چون یک کشور منفور رفتار خواهد کرد. نهادهای استخباراتی امریکا ولیعهد عربستان سعودی را در طرحریزی قتل و پاره کردن خاشقچی روزنامه‌نگاری معروف گناهکار می‌دانند. محمد بن سلمان این ادعا را رد می‌کند. نید پرایس سخنگوی وزارت کارهای خارجی امریکا درباره مناسبت‌های دوجانبه گفت که در 16 ماه اخیر پیشرفت‌های چشمرس به دست آمده است. این مناسبتی است که حالا پایه استوار دارد. این به ما امکان می‌دهد منفعت‌های خود را پیش بریم و حفظ کنیم. در مرکز این مناسبات ما ارزش‌هایی را قرار دادیم که با تمام کشورهای دنیا داریم. کارشناس ریدل میگوید ختم جنگ و رنج و گرسنگی در یمن یکی از هدف‌های مهم پرزیدنت بایدن است. در مناسبت ما با عربستان سعودی چیز مهمتر از ادامه این روند و ختم جنگ نیست. در صورت حفظ این سازش و ادامه آن با راه حل سیاسی نزاع، پرزیدنت میتواند جان ده ها هزار نفر را نجات دهد. برخی از کارشناسان باور دارند نگرانی از بالاروی یکباره نرخ بنزین در امریکا یک انگیزه مهم دیگری بایدن برای تغییر دادن مناسبات با عربستان سعودی است. پرزیدنت به شبهه در این سفر درباره استخراج، افزایش تولیدات و تامین کشورهای جهان با نفت صحبت خواهد کرد. طور می‌دانید نرخ یک بشکه نفت حالا خیلی بالا رفته است. عین زمان کارشناسان میگویند حتی عربستان سعودی هم نمیتواند مستقلانه نرخ نفت را پایان برد. سبب هم کاهش صادرات نفت از روسیه است که به دلیل تحریم کشورهای اروپایی خرید آن را کم کردند.